سلام، چطوری؟ چه خبر؟ من یه چند روزی و خونه تنهام. بعد خب طبق معمول که همه میدونن من خودم آشپزی میکنم واسه خودم. حتی تایمایی که ماما اینا هستنم باز من خیلی وقت خودم غذا درست میکنم بر خودم و حالا گاهی اوقات بر بقیه هم غذا درست میکنم. بعد اینکه گفتم که الان چند تا غذا بیام درست کنم. حالا نمیدونم چی بشه در ادامه. فعلا یه دونه فسنجون دارم درست میکنم. خب اینجا پیاز رنده شده، گردو سابیده، رب گوجه، دلار، دیگه من ترکیب رب آلوچه و رب انار رو میریزم که یه خورده ملس باشه. البته جدای از اون من یکم برای ملس شدنش سکنجبین توش میریزم، شربت سکنجبین که ملسش کنه. منتها الان ندارم، احتمالا ترکیب همون شهد آب و شکر رو بریزم یه کوچولو. حالا اونم تو مراحل دیگه اضافه میکنم بهش. مواد رو با هم ترکیب کردم، یه کوچولو آب اضافه کردم. البته باید الان بیشتر از این آب اضافه کنم. میذارم که واسه خودش یه چند ساعتی رو جا بیفته دیگه، روغن بندازه گردوها. خب من فسنجون رو گذاشتم که روغن بندازه، ولی منتها چون امشب یکم ساعت دیگه دیره، فسنجون آماده نمیشه برای شام. اونو بذارم بر فردا نهار. یکم گوشت شرکره برداشتم که کباب تابه‌ای درست کنم. خب گفتم که حالا که دارم همزمان اینو ورز میدم، یکم بیام از خودم بگم، بیوگرافیمو بگم. من متولد 23/1/1378م، ساکن رشت به دنیا اومدم. تا الانم رشت زندگی کردم تا این سن. و اینکه خیلی رشت رو دوست دارم، واقعا خوشحالم از اینکه تو رشت به دنیا اومدم و بزرگ شدم. کلی دوستای رشتی دارم و خیلی دوستشون دارم. کلا خیلی رشت دوست دارم و چیزی که خیلی خوشحالم میکنه این که حتی دوستای دیگم که از شهرهای دیگه هستنم راجع به رشت رو خیلی دوست دارن و واقعا هر کسی که میاد رشت یه جوری متفاوته براش این شهر. و راستش یه کوچولو به این اتفاق میتونم بگم میبالم که رشتیم. و دیگه براتون بگم که معماری خوندم، از هنرستان معماری خوندم. کارشناسی و کاردانیم ناپیوسته بوده. معماری خوندم جفتشو. کاردانیم رو سرا خوندم سراسری و سال 95 و کارشناسیم هم سال 97 تا 1400 اونم سراسری لاهیجان خوندم. و اینکه فنی حرفه، این دانشگاه فنی حرفه‌ای. و اینکه دیگه براتون بگم که کار معماری انجام دادم، پروژه اجرایی، طراحی، کار مدلینگ و 3D و اینا انجام دادم. اون تایمی که حالا هنرستان میرفتم یا حتی دانشگاه که میرفتم کار دانشجویی قبول میکردم. کلی ماکت درست کردم. کار ماکت هم خیلی خوب بود. البته استاد ماکت هم خیلی خوب بود، خیلی واقعا استاد برجسته‌ای بود توی این کار. دیگه براتون بگم که کار دیگه که میکنم و الان مشغول بهش هستم از تایم فکر میکنم 4 سال پیش بود، تایم کرونا، کووید. من شروع کردم به کار تولید شمعای در واقع دستساز درست میکنم و حالا پیج اینستاگرام دارم که این پایین حالا اسمشو میذارم، آیدیشو میذارم، حمایت کنید. شمعای سویا وکس درست میکنم، یه سرش عطریه، یه سرش رنگیه. با یه سری گالریا کار میکنم،
فروشم حالا از طریق گالریا و حالا از طریق پیج اینستاگراممه. خب بچه دیگه من بین صحبتام گفتم اینم بهتون نشون بدم. کباب تابه‌ای رو اینجوری من درست میکنم. ترکیب گوشت و پیاز و نمک فلفل و سماق و دیگه همین. اینو بعد روش رو کره میریزم و گوجه هم روش میذارم که با آب خود گوجه و کره و اینا میپزه، خیلی خوشمزه‌تر میشه. اینجا هم که برنج گذاشتم و اینجا هم فسنجون رو یکم یخ ریختم توش. حالا باز یک کوچولو دیگه میخوام اضافه کنم که کم روغن بیشتری پس بده. هر وقت که میخوام یک کوچولو آبش حس میکنم که کم شده، به جای اینکه آب اضافه کنم یخ اضافه میکنم که اون شوکه وارد بشه و در واقع روغن پس بده. یکم دیگه مرغش رو پختم، فسنجون سرخش میکنم. یک کوچولو دیگه که این جا افتاد گردو زعفرون بهش اضافه میکنم، میذارم واسه خودش یکی دو ساعت دیگه هم جوش بخوره. بعد دیگه در آخرش مرغاش رو اضافه میکنم. خب اینم از کباب تابه‌ای. جاتون خالی. خب اینم دیگه پایان فسنجون. تقریبا توی 2 ساعت شد. این زعفرونش رو ریختم، مرغش هم سرخ کردم و اضافه کردم، یه وجب روغنم روشه و اینکه یه کوچولو دیگه میذارم که جا بیفته و خاموشش میکنم. من یکی از دوستان اومد دنبالم، اومدیم فالوده بخوریم. روزتون بخیر. خب من دیشب دیگه آخر شب بود، تقریبا ساعت 12 اینا بود دیگه. دوستم زنگ زد گفتش که بیا بریم فالوده بخوریم، فالوده بستنی بخوریم دیگه. چون میخواستم امروز برم مسافرت که یه هفته 10 روزی نبود، گفتم که برم باهاش دیگه. آخر شب رفتیم و همین صبحم پا شدم، کارامو داشتم میکردم تا الان تقریبا از که ظهره. از صبح داشتم کار میکردم، تمیز میکردم. قیافمو نگاه نکنید، خیلی موهام داغونه، قیافم خیلی به هم ریخته است و برم دوش بگیرم. کلی کار دارم امروز، یه نوبت دکتر دارم، بعدش هم شب قراره برم خونه دوستم دیگه. تولد یکی از دوستان بود، کادو تولدشو، این تولدش گذشت، باید کادو تولدشو کادو کنم ببرم براش. بعد اینکه دارم همزمان ناهار آماده میکنم که بخورم دیگه. دیروز که مواد فسنجون و کباب تابه‌ای و اینا رو گذاشته بودم بیرون، گوشتم گذاشته بودم بیرون تیکه‌ای. البته گوشت برای قرمه سبزی بود ولی دیدم سبزی قرمه سبزی نداریم. بعد دیگه هیچی، گفتم که بردارم اینو حالا مثلا کبابش کنم، پلو کباب رشتی. ببخشید تلفنم زنگ خورد، داشتم میگفتم که آره من این گوشت رو گذاشتم بیرون ولی مواد یعنی سبزی قرمه سبزی نداشتیم که قرمه سبزی درست کنم و اینکه تصمیم گرفتم که پلو کبابش کنم. گفتم حالا فسنجون هم میمونه دیگه، فسنجون رو میذارم حالا دیرتر، چند روزای آتی میل میکنم. خب من سریع رفتم دوش گرفتم و اومدم حاضر شدم. ساعت تقریبا 20 دقیقه به 7 و من 7 نوبت دکتر دارم. فکر کنم نمیرسم ولی حتی نرسم کادو تولد دوستم رو کادو کنم دیگه. همینجوری توی بگ گذاشتم و دارم میرم دیگه. ماچ بهتون.